عارف اسراروف برای به باغچه بردن و آوردن فرزندش سکوتر برقی خریده است. او میگوید به خاطر ارزان و کم خرج بودن این نوع نقلیات را انتخاب کرد. این بچه ما میبرم صدیق میگیریم میارم مثال ما چیت میرم نمازم میخونم مگه واسطمون دیگه هیچ در کار نیست. صاحبان نقلیاتی که اسراروف انتخاب کرده است اکنون باید از قید گذرند و رقم دولتی و شهادتنامه رانندگی بگیرند، کاری که به گفته همصحبتی ما چندان ضرور نیست. یوخی برای کیروی پراوکنی هم نیست. راست خود دیرم چه بگیم ما این مالکیت $600 خریدم. نرخی اپتو بشه. ببرم پراوا کنیم چی کنیم اما یا ماشین بخرم و پراوا دارم. این ما در ارزان‌تر میگالته. در ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی گفتند سکوترهایی که سرعت حرکتشان از 40 کیلومتر در ساعت زیاد است به قید دولتی گرفته می شوند. یک مسئول ریاست که نخواست نامش برده شود گفت وقتهای اخیر صدمه های نقلیاتی با اشتراک سکوترها زیاد شده. قید دولتی نداشتن آنها تحقیق چنین تصادف ها را دشوار کرده است. عبدالرقیب قادروف کارشناس مسائل راه و نقلیات از تنظیم حرکت سکوترها در کوچه و خیابان‌های کشور جانبداری می‌کند. حتی در راه‌هایی که پیاده‌گرد هستند که طبق قاعده‌های حرکت در راه باید پیاده‌گردان از آن عبور کنند. این نمود واسطه‌های نقلیات با اصطلاح همون سرچه معروف دزدهای گورو مثل تنگین که پیدا می‌شود. اما با گفته این کارشناس مشکل حرکت سکوترها را در کشور تنها نصب رقم دولتی و از قید گذرانی حل نمی کند. برای این قبیل واسطه‌های نقلیات یک راه خردی مشخص که در برخی کشورها برای دوچرخه و ولسیپد هست در ما نیست. عملاً غیر امکان است مثلا در مرکز شهر هم ساختن این راهها. اونها از کجا استفاده کنند؟ طبیعی است که راههای نقلیاتگرد را ماشین‌های سبک‌رو و برکش بند کردند. راه‌های پیاده‌گرد نیز برای پیاده‌گردان است. قرار اخیر مشتریان اسکوترها را که طی 2 سال اخیر در کشور خیلی معروف شده اند در میان راه گذاشته است. مشتری‌ها که می‌بیایند میگویند که اینها با حجت کردن در کار این پروسیدور گذاشتن در کار کردن در کار بسیارتر در راه‌ها کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی می‌دارند. از همین چیزها کمتر $1000 همیشه خریداری نمی‌کنند. یک چند نفرش داره که همین خیلی گفت. ارزش شهادتنامه اسکوترها 280 سامانی و پول رقم قید دولتی 270 یا 280 سامانی معین شده است. بر علاوه این صاحبان اسکوترها وظیفه دارند که برای نابود ساختن یا اوتیلیزاسیون نقلیات خود نیز 360 سامانی دیگر پردازند. در حال حاضر درباره تعداد اسکوترها در کشور آماری رسمی وجود ندارد. مقامات میگویند معرکه از قید گذرانی اسکوترها تازه آغاز شده است.